نماد مار بر روی تاج فراعنه و جسم ناشناخته‌ای که خدایان سومری که اغلب به اسم آنوناکی شناخته می‌شوند در دست دارند. جسمی شبیه به میوه کاج در عصای پاپ، موهای بودا، نقطه‌ای که هندی‌ها بین دو چشمانشان می‌کشند، چشم هوروس. اگر بدانید تمام اینها در اصل یک چیز هستند، چه فکری می‌کردید؟ فیلسوفی با نام دکارت این جسم را جایی می‌داند که روح و جسم یکی می‌شوند و درست در مرکز مغز ما قرار دارد. نامش غده اپیفیز یا چشم سوم است. حتی به عقیده بعضی‌ها چشم قلب است. مغز ما بر اساس ساختارش متقارن ساخته شده، یعنی از هر چیز دو عدد در آن وجود دارد. فقط قسمتی که غده اپیفیز در آن قرار گرفته از این امر مستثناست. اندازه‌اش تنها چند میلیمتر و سرمنشأ اسمش در لاتین پینئال به معنی غده کاج است. ساختار غده اپیفیز بسیار شبیه به ساختار چشم است. حتی رتینا هم دارد و مانند چشم نسبت به نور حساس است. غده اپیفیز با وجود اینکه در محیط بسته و تاریک قرار دارد، اما میتواند نور را تشخیص دهد. یعنی اگر زمانی که در تاریکی قدم میزنید کسی به پشت سرتان نور بتاباند، این را غده اپیفیز میتواند حس کند. همان حسی که وقتی شما در اتاقتان خوابیده اید یکی داخل شده و شما را تماشا میکند. شما ناخواسته از خواب بیدار میشوید. اینجا غده اپیفیز یا چشم سوم ما به صورتی که هنوز رازش کشف نشده این را تشخیص میدهد و فقط یکی از ویژگی‌های عجیبش این است. مطمئن باشید اینها برای او کارهای بسیار پیش و پا افتاده‌ای هستند. در ادامه ویدیو شاید شما هم متوجه شوید که بزرگترین راز در جهان هستی مربوط به غده اپیفیز است. چشم هوروس که همه آن را میشناسیم دقیقاً مانند ناحیه‌ای که غده اپیفیز در آن قرار گرفته است طراحی شده. این فراتر از یک تصادف است. به عقیده مصریان قدیم روح به وسیله غده اپیفیز ناشناخته ها را می‌بیند و مرکزی است دارای نشانه‌های الهی و به این علت در بیشتر تاج‌های فراعنه سمبل غده اپیفیز وجود دارد. در مصر باستان علم پزشکی در ارتباط با مغز بسیار پیشرفته بود. به همین علت از وجود این قسمت از مغز با خبر بودند. وقتی مغز انسان را باز کردند احتمال این وجود دارد که متوجه شباهت این غده به چشم انسان شده باشند، ولی نکته مرموز این است که چگونه به اهمیت نقطه کوچکی مثل غده اپیفیز در این قسمت از مغز پی بردند. در آن سالها کسب اطلاعات در مورد فعالیت این غده غیر ممکن بود که علتش را هم با هم بررسی خواهیم کرد. غده اپیفیز 3 هورمون ترشح می کند. اولی ملاتونین است. ملاتونین اغلب در تاریکی ترشح می شود و ما را در برابر بیماری ها ایمن می سازد. در سطح دنیا در جاهایی که نور خورشید کمتر است، آمار ابتلا به سرطان 6 برابر کمتر از دیگر نقاط جهان است. چون در این مناطق غده اپیفیز هورمون ملاتونین را بیشتر ترشح می کند و در ضمن احتمال ابتلا به سرطان در انسان‌های نابینا نسبت به انسان‌های معمولی 24 برابر کمتر است. پس باید غده اپیفیز را خوب تغذیه کرده و مراقب آن باشیم. ولی در زندگی عادی با بزرگترین دشمن این غده یعنی خمیردندان زندگی می‌کنیم. فلوراید موجود در خمیردندان باعث رسوب گذاری اپیفیز و از کار افتادن آن می شود و این امر باعث می شود انسان در مقابل زور قد خم کرده و اطاعت پذیر باشد، چون هورمون هایی که در آنجا ترشح می شود باعث ایجاد ویژگی های همچون شخصیت شناسی، دفاع از خود و عصیانگری می شود. در سالهای جنگ جهانی دوم برای اینکه سربازان اطاعت پذیرتر باشند در غذا و نوشیدنی هایشان به مقدار زیادی ماده فلوراید اضافه می کردند. بعد با این اندیشه که حال که سربازان اطاعت پذیر شده اند چرا این کار را بین ملت و انسان ها انجام ندهیم، فلوراید به خمیردندان ها اضافه شده و انسان ها را اطاعت پذیر کرده است تا فعالیت های مغز که در مقابل ناعدالتی و ظلم مقاومت می کنند را غیر فعال کند. به همین علت بیشتر دانشمندان هشدار می دهند که نباید قبل از خواب دندانهایمان را مسواک بزنیم. حال در مورد هورمون دوم صحبت کنیم، یعنی سراتونین. سراتونین در میان عموم مردم به هورمون خوشحالی هم معروف است، ولی کارکرد اصلی آن حفظ ایمنی بدن در مقابل بیماری‌های روانی است.
یعنی عملیات لازم برای دوری از بیماری‌های از قبیل شیزوفرنی، آنکسیاته و پنیک اتک را انجام می‌دهد. هورمون دیگر مرموزترین هورمون است که DMT نام دارد. نام دیگری که برایش در نظر گرفته شده است هورمون روح است. این هورمون آنقدر عجیب است که فقط در زمان مرگ و تولد ترشح می‌شود. این هورمون در بعضی از گیاهان هم وجود دارد. گیاه آیاکوشا که شمنها برای ارتباط برقرار کردن با دنیای دیگر جوشانده و میخورند سرشار از DMT است. گیاهان کینرید و چای اسپند هم این هورمون را ترشح می‌کنند. می‌دانیم که چای گیاه اسپند را در تمدن‌های باستان و معبدها بسیار استفاده می‌کردند. در ضمن مولانا هم ابیات زیادی مرتبط با این گیاه را دارد. علت اینکه غده اپیفیز به چشم سوم معروف است را به وسیله تأثیرات ناشی از آن می‌توانیم شرح دهیم که در ادامه بیان خواهیم کرد. بودا بر روی این قسمت از مغز تاکیدات فراوانی دارد. حتی به این سبب موهایش دقیقاً به شکل غده اپیفیز به تصویر کشیده می شود. به نقطه وسط پیشانی بودا در تصاویر و مجسمه ها دقت کرده اید. این نقطه در جهت غده اپیفیز قرار گرفته و به معنی چشم سوم است. در شرق دور و به ویژه هندوستان می توان دید که این ظاهر مرسوم تر است. مدیتیشن، باز شدن چاکراها و یا سفرهای آسترال همگی به وسیله غده اپیفیز انجام می شود. حال به گذشته برویم، حتی قبلتر از مصر باستان، به تمدن سومر و آشور سری بزنیم. در این تمدن‌ها اعتقاد بر این بوده است که 50 نفر از آسمان از سیاره یا سرزمین دیگر به زمین آمدند و آنوناکی نام داشتند و در دست همگی آنها تصویر غده اپیفیز به چشم می‌خورد. حتی دیده می شود که پادشاه آشوری به نام سارگن هم در دستش چیزی شبیه به غده اپیفیز را گرفته است، ولی تمدنی با این قدمت چگونه به اهمیت غده اپیفیز دست یافته است واقعا معلوم نیست. علم و تاریخ فعلا پاسخی برای این سوال که این تمدن‌های باستان چگونه به اهمیت این غده دست یافتند پیدا نکرده است. غده اپیفیز به مخروط کاج شباهت بسیاری دارد و در مسیحیت به عنوان مخروط مقدس شناخته می شود. به این علت در واتیکان یک مجسمه مخروط کاج وجود دارد. عجیب‌تر این که در عصاهایی که پاپ‌ها صدها سال است استفاده می کنند اشکالی وجود دارد که از غده اپیفیز الهام گرفته شده است. عصایی مشابه تر تصویر خدایان یونان باستان نیز استفاده شده است. روی میز کار هیتلر نیز سمبل هایی از غده اپیفیز به چشم می‌خورد. به عقیده فیلسوف فرانسوی دکارت این غده محل یکی شدن روح و جسم است. او معتقد است که روح انسان در آنجا قرار دارد. در تمدن باستانی آمریکای جنوبی نیز اعتقاد بر این بوده است که انسان پس از مرگ به سفر آخرت در داخل یک مخروط کاج یعنی همان غده اپیفیز می رود. فراماسون ها هم اسم این ساختار مخروطی شکل را روشنایی علم یا روشنایی عقل گذاشتند. حتی نقش و نگارها و مجسمه هایی از این ساختارهای مخروطی شکل را در لوح‌های مهم فراماسونری در اروپا می توانید ببینید. همانطور که گفتیم چون غده اپیفیز ویژگی بینایی و تشخیص در تاریکی را دارد، بیشتر در شب و محیط تاریک اثر خود را نشان می‌دهد. به این علت در اهرامی که مقبره فراعنه است اکثرا تصاویر غده اپیفیز و مکانی که این غده در آن قرار دارد یعنی چشم هوروس دیده می شود. بنا به باور تمدن مصر به جسم فرعون اصلا نباید نوری بتابد. به این علت در تاریک ترین قسمت اهرام دفن می شوند، چون وقتی نور نتابد چشم سوم شروع به عمل می کند و به این وسیله فرعون می تواند به عالم دیگر سفر کند. در این ویدیو تنها بخشی از اطلاعات موجود در مورد غده اپیفیز و یا همان مخروط مقدس که یکی از مهمترین کشفیات جهان هستی است را در اختیار شما قرار دادیم. قسمت کوچکی از مغزمان که هزاران سال است راز خود را برملا نکرده و اکنون تنها اندکی قابل فهم شده است. با این حال این سوال که تمدن سومری، مصر باستان، قبیله های بدوی آمریکای جنوبی، یونانیان باستان و حتی بودا چگونه به حقایقی که امروز ما در مورد غده اپیفیز می‌دانیم دست یافتند. شاید هم واقعا آنگونه که دکارت گفته این قسمت محل یکی شدن جسم و روح است. شاید هم دری است که سومری ها به سمت جهان هستی گشودند و یا از طرف 50 شخصی که از آسمان آمدند یعنی آنوناکی ها به انسان آموزش داده شده است
و یا چشم سومی است که پادشاهان مصری از طریق آن به دنیای دیگر سفر می‌کردند و روشنایی علم از نظر فراماسون هاست. ولی چیزی که می‌دانیم این است که این قده مهمتر از سایر اعضای بدنمان است که رازهای بزرگی را دارا میباشد و این رازها قدم بزرگی برای رسیدن به جوابی برای علت هستی انسان هاست.